محمد طاها هستم و خوش اومدید به پیجمون دنیای رباتیک و من امروز میخواستم براتون با قطعات رباتیک آشناتون کنم و میخواستم از ربات ساده تری شروع کنم که براتون راحت تر باشه و بهتر یاد بگیرید که اسمش هست مسیلیا و این فوتبالیسته. این یکی هم رالی هستش و این هم مدار نقشه کشیه که دیگه عملی نیستش، یعنی عملیه ولی باید اول نقشش رو بکشیم بعد وارد کار عملیش بشیم. همینطوری نیستش مثل این کارا که در جلسه بعد براتون توضیح میدم. بچه ها همونطوری که میبینید اینه که میبینید این شکلی دوتا هستش، مشاهده میکنید فوتوسل هستش و اینا همشون شماتیک دارن. این هم پایه آیسی هستن. کار فوتوسل نور رو وقتی میگیره به خودش جذب میکنه به حرکت در میاد، ولی وقتی سایه میشه به حرکت در میاد، وقتی نور بهش جذب میشه وای میسه. بعد این هم پایه آیسی هستش که ما این آیسی هایی که این چیزایی که کوچولویی که میبینید آهنا آیسی هستش و میره توی این قرار میگیره و باعث میشه که ما وقتی لاین کاری میکنیم آیسی هامون نسوزن، که چون آیسی ها خیلی ریزن، حساسن، برای همین پایه آیسی استفاده میکنیم و از بردمون یه ذره جدا میشه و موقع لاین کاری آسیبی به بردمون به آیسیمون نمیرسه. کار آیسی چیه؟ آیسی در موقع مغز رباته، مثلا به ربات دستوراتشو میده، به این طوره هستش. LED هستش. LED کارش اینه که وقتی جریان برق بهش میرسه با روشن از خودش نور تولید میکنه، زیاد کار خاصی نداره. مقاومت هستش. مقاومت کارش اینه که این کاری میکنه که وقتی برق میاد نه برق زیاد به برد وارد بشه که خدای نکرده بسوزه و نه کم وارد بشه که بردمون کار نکنه. بعد این هم دکمه هستش. دکمه های فشاری این شکلی میدنیم روشن خاموش میشن و دیگه اینا چیه؟ سیاه ها اینها سنسور ها؟ نه اینا خب بله، اینا که میبینید ترانزیستور هستن و برای جلوگیری از جریان برق هستش که همینطوری که میبینید توی کتاب هم هستش. همینطوری که میبینید توی کتاب هم هستش. نام قطعه ترانزیستور، نام لاتین ترانزیستور، نوع قطعه ترانزیستور دو قطبی. این قطعه از خانواده ترانزیستورها می باشد. کاربرد این قطعه در مدارات برای تنظیم جریان برق می باشد. این قطعه توانایی تبدیل جریان کاهش و افزایش را دارا می باشد. این قطعه پایه بیس امیتر و کلکتر دارد. همونطور که بهتون گفتم این کارش جریان برق، افزایش و کاهش جریان برقه و از توی مدارا برای ربات‌ها استفاده میشه که از مثلا هم مقاومت از جریان برق، کاهش و افزایشش محافظت میکنه. و این دو تا پتانسیومتر هم رباتو مثلا ربات رو به جهت‌های مختلف، مثلا این نوراش رو کم و زیاد میکنه، به این طور کنترل کنندشه، مثلا مثل کنترلشه به این شکل هستش. مثلا مثل اینکه مثلا اینو نورش رو زیاد میکنید، چرخای اینو زیادتر میکنید، سرعتش رو، مثل این کارها رو انجام میده. و این
جاواتری هم که میبینید و این ربات دیگه هیچی نداره، فقط به جز این جاواتری و این شاسیش هستش و چرخاش. همونطوری که میبینید یه جاواتری 4 تایی سفید داره و به این وصل شده و اگه اشتباه نکنم این باید جاواتری های چینی باشه. بعد این اینایی که میبینید گیر بوکس هاشن هستن و با این گیر بوکس ها این چرخ هایی که میزنیم بهشون به جریان برق هستش و از این جریان برق این باعث میشه که چرخامون را برن. و تا یه ویدیوی دیگه و یه دونه آموزش دیگه، خدا نگهدار.